دوم اردیبهشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. نهادی که برای حراست از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن تشکیل شد و حالا در خدمت رسانی به مردم سرآمد همه نهاد هاست. نظری پوشید از 1 تا 10. چرا بی خودمون دست کم بگیریم؟ از این داستانا دیدم و بعد داستان نشه برام. الان من راحت بپرسم معما رو جواب میدی؟ چیستان بپرسم؟ اون چیه که سبزه؟ تو آسمون هست، رو زمین هست، تو دریا هست، تو سیل و زلزله هم هست. میگه من هوادار محرومینم. خب قلدرها ازش میترسن، ولی بعضیا بهش میگن تروریست. شخصیته؟ نه، یه نیروه. هدفمند هوایی؟ نه. همون سواز ارتش و اینا. خب موشکه؟ چیه؟ چی میشه؟ البته تولید موشک هم دارن اینجایی که میگی. بهش نزدیک شدی. سیده؟ سید هم دارن. سلامی جان ما رو گرفتی. پرچم ایران؟ پرچم ایران که قرمز هست. سبزش رو میبینم. عوامل پشت صحنه یکم نمیدونم شما رو نمایی کنید. سبز میپوشه. سبز میپوشه؟ سپاهه؟ سپاه. من سپاه ندیدم سبز بپوشه. لباسشون سبزه. سبزه؟ اتفاقا رنگ مورد علاقمه. خیلی دوست دارم. خیلی رنگ سبزو خیلی دوست دارم. حالا اگه سپاه هم هست رنگ سبزه که بازم دوست دارم. حالا چرا تروریسم؟ اونا به اونوریا بهش میگن تروریستی. کی گفته؟ خودتون تروریستید. سیل و زلزله. آره درست. دقیقاً. زلزله همه جا هست. جالبه. سرپل یادمه. سیستان بلوچستان یادمه. آره راست منطقی بود. ذهنم خالی که شما انحرافی پرسیدی. باریکلا راست میگه. سپاه، موشک سپاه، پرنده های سپاه، راست میگه. همه جا هم ماشاءالله. سپاه؟ آره دیگه. اون که 100% نوکرش هم هستیم. برادران سپاه. باریکلا آفرین. باهوشی. من میدونستم گذاشتم خودت بگی. ایول. ای خدایی کاری ندارم. دمشون گرم. آفرین به سپاه. واقعا اگه اونا نبودن ما الان چه وضعی داشتیم؟ بخون همون کسی که بنیان گذاریش کرد خدا رحمتش کنه. اسم سپاه که میاد میخوره به گوشه داره چی؟ قاسم سلیمانی. امنیت، یاد بزرگی، استقامت، مردان قهرمان. به معنای واقعی کلمه یاور محرومان. بالاخره همین که نذاشتن داعش بیاد. همین الان که سیل اومده سپاه اولین نفریه که میره دیگه. همه جا هست. هر کجا که محروم سپاه بوده. امروز سالروز تشکیل سپاه. اگه بخوای یه جمله به سپاهیا بگی چی؟ دمشون گرم. فدایی داری. سپاه واقعا کاری کرد. الان با وجودش من خودم به شخصه به کشور افتخار میکنم، به ایرانی بودنم افتخار میکنم. سپاه منو یاد این میندازه که بعد از 7000 سال ما رو سربلند کرد. خدا رو شکر. سرمون رو بلند کردن، خیالمون رو راحت کردن، آرامشمون رو فراهم کردن. ما همه سرباز سپاهیم. دمت اونجا. درود بر سپاه ایران. دلگرمی ما واقعا سپاه. خدا حفظشون کنه. ما همیشه دعاگوشون هستیم. هم اقتدارمون هم صلابتمون همه رو مدیونشون هستیم.